درود دوستای خوبم، هنگامه هستم با آشپزخونه من خوش اومدید. امیدوارم کلی حالتون خوب باشه دوستان. امروز اومدم کنار همدیگه چی درست کنیم؟ یه غذای سنتی برای شهر اردبیل به اسم پیچاق قیمه. خورشتی که با خلال بادوم درست میشه، فوق العاده خوشمزه است. تا آخر ویدیو همراه من باشید. همین اول ویدیو هم ویدیو لایکش کنید، با دوستای خودتون به اشتراک بذارید که مونم این خورشت خوشمزه رو حتما درست کنن. تمام نکات این خورشت رو حتما بهتون میگم تا یه ویدیو. برای درست کردن پیچاق قیمه اردبیل اول از همه یه مقدار روغن میریزیم توی قابلمه. یه قاشق غذاخوری کره، اجازه میدیم کره آب بشه. کره که آب شد، یه دونه پیاز متوسط رو نگینی خورد کردم میریزم تو روغن. اجازه میدم سبک بشه، تفت بخوره و سبک بشه. نگاه کنید دوستان، پیازم که در این حد تفت خورد و سبک شد، حالا بهش یه قاشق چای خوری زردچوبه اضافه میکنم. زردچوبه رو یه کوچولو تفتش میدم، اندازه 30 ثانیه. حالا نیم کیلو گوشت خورشتی دارم بچه ها، اضافه میکنم به پیازم. حالا اندازه یه قاشق چایخوری فلفل سیاه رو به گوشتم اضافه میکنم. بعد با حرارت بالا، زیر اجاق رو زیادش کنید، با حرارت بالا شروع کنید گوشت رو تفت دادن تا جایی که کامل رنگ گوشت تغییر کنه. با حرارت بالا تفتش میدیم گوشت رو، چون گوشتمون زود جمع نشه. اگه بخواید با حرارت پایین تفت بدید گوشت آب میندازه، خیلی جمع میشه. به خاطر اون با حرارت بالا حسابی تفتش میدم گوشتمو. نگاه کنید دوستان، حدود 5 دقیقه با حرارت بالا تفتش دادم، کامل رنگش تغییر کرده. حالا 2 تا قاشق غذاخوری رو به گوجه بهش اضافه میکنم. ربم رو در حدی تفت میدم که کامل بوی خامیش گرفته بشه، کامل مشخص میشه، خودتون حس میکنید گوشت رو. و همچنین رنگ ربتون کامل به روغن در اومده باشه. رب که خوب تفت خورد، حالا حدود 3 تا 4 لیوان آب جوش بهش اضافه میکنیم. نگاه کنید در مورد ریختن آب در یه حدی آب اضافه کنید که خیلی زیاد نباشه. در نهایت ما یه خورشت غلیظ داریم. خیلی هم کم آب اضافه نکنید که مجبور باشید وسط کار یک بار دیگه بخوای بهش آب اضافه کنید، چون میگم این خورشت باید غلیظ باشه، یه خورشت آبکی نداریم. نگاه کنید در حدی که روی گوشت‌ها رو آب بگیره. بعد دیگه درش رو میذاریم. قبل از اینکه درش رو بذاریم نگاه کنید، یه تیکه چوب دارچین میندازم داخلش. 1 ساعت بعد این چوب دارچین رو از داخلش برش میدارم. حالا دیگه درش رو میبندم. نمک هم نریختیم دوستان، آخر سر نمک رو میریزیم. حالا درش رو میبندیم با حرارت کم 3 تا 4 ساعت تا بپزه. 1 ساعت دیگه هم چوب دارچین رو برمیداریم. خب دوستان، حالا تا خورشتمون داره میپزه برای خودش، ما بقیه کار رو انجام میدیم. من اون چوب دارچین هم که انداخته بودم داخل خورشت بعد از 1 ساعت برداشتم. اینجا آب گذاشتم، به حالت جوش در اومده. توش یه کوچولو زردچوبه میریزم، خیلی کم، نصف قاشق چای خوری هم بریزید کافیه. 100 گرم خلال بادوم دارم، میریزم داخل آب. 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم بهش زمان میدم تا بپزه. بعد این در حال پخت یه مقدار ممکنه روش کف کنه، اونا رو با قاشق میگیرید، اینو درش رو میذاریم که بپزه. حالا میریم مرحله بعدی. حالا توی یه دونه ماهیتابه یه مقدار روغن بریزید، خیلی کم نریزید، میخوایم توش پیاز سرخ کنیم بچه‌ها. اندازه یه استکان چای خوری. نگاه کنید یه دونه پیاز رو، پیاز درشت، نسبتا درشت، اگه پیازتون کوچیکه 2 تا، حالت خلالی خورد کردم، میریزمش تو روغن، حسابی سرخش میکنم، سرخ بشه و طلایی بشه پیازتون. این پیاز برای دیزاین روی خورشتمون است بچه‌ها. حالا دیگه اجازه میدم برای خودش سرخ بشه و طلایی بشه. خب نگاه کنید دوستان، پیازمون در این حد که تفت خورد، قراره که حسابی سرخ بشه. اینو برای دیزاین روش میخوام. دیگه من این پیازو جمعش میکنم. یه مقدارم بهش زردچوبه زدم، یه کوچولو اندازه نصف قاشق چای خوری بهش زردچوبه زدم. حالا من اینو میریزمش توی بشقاب، میذارمش کنار. حالا تو همین روغنی که پیاز رو تفت دادم، اندازه یه قاشق مربا خوری سرپر رو به گوجه اضافه میکنم.
من نیم ساعت دیگه خورشتم آماده است، پخته، نیم ساعت دیگه جا میفته. حالا این رو با من تفت میدم روی خورشتم که رنگش رو شفافتر کنه. حالا ربم رو که تفت دادم میرزمش توی خورشتم. این از اون فوت کوزه‌گری آشپزی دوستان. توی خورشتایی مثل قیمه و اینا هم میتونید از این روش استفاده کنید. رنگ خورشتتون رو آخر سر باز میکنه. یه رنگ خیلی خیلی شفاف خوش رنگی به خورشتتون میده. میبینید رنگ خورشت کامل تغییر کرد. حالا اندازه نیم ساعت دیگه خورشت ما آماده است. خب دوستان، خورشتمون پخت آماده شد. من نیم ساعت آخر نمکم بهش اضافه کردم. حالا اندازه 2 تا قاشق غذاخوری بهش زعفران غلیظ دم شده اضافه میکنم. نگاه کنید. حالا دیگه خورشتم رو میذارم کنار. میریم سراغ بخش سرو این غذا که بخش مهمش هستش. و دوستان اینو بگم، من این خورش رو به روش رستورانی دارم درست میکنم. داخلش اصلا خلال نمیریزیم. به روش رستورانی داخل این خورشت خلال نداره و روش سنتیش هم به همین شیوه هستش که اصلا داخل خورشتمون خلال نمیره. حالا توی مایتابه یه قاشق غذاخوری کره میندازیم. اجازه میدیم کره آب بشه. کره که آب شد، خلال بادامایی که پخته بودیم 1 ساعت و نیم اجازه دادیم خلال بادامون پختش با یه کوچولو زردچوبه. حالا میریزیم داخل کره، اندازه 30 ثانیه تفتش میدیم. نمیذاریم زیاد سرخ بشه، فقط در حدی که کره به خوردش بره. حالا توی این فاصله یه قاشق غذاخوری هم بهش زعفران اضافه میکنیم. من یه خودم بیشتر ریختم داخلش زعفران رو. زعفران واقعا سلیقه‌ایه، میتونید بیشتر هم استفاده کنید. نگاه کنید خلالا رو تفت دادم دیگه، آماده شد. زیرش خاموش میکنم. حالا میریم برای سرو کردنش. خورشتی که پخته داغ میریزیم تو ظرف سرو. همینطور داغ پیازایی که سرخ کرده بودیم به صورت خلالی میریزیم روی خورشتمون. یه خورشت مجلسی فوق العاده خوشمزه است. بهتون توصیه میکنم دوستان حتما پیچ قیمه اردبیل رو درست کنید. خیلی تو رستوران‌های اردبیل طرفدار داره، یعنی هر کی اردبیل میره حتما فکر میکنم توی رستوران دیگه این غذا رو میخوره. فوق العاده است مزهش. حالا اینو میذاریمش کنار. و خلالایی که اینجا تفت داده بودیم هم شروع میکنیم روش ریختن. نگاه کنید دوستان، امروز هم خیلی ساده و شیک کنار همدیگه آشپزی کردیم. پیچ قیمه اردبیل درست کردیم. مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. ویدیو لایکش کنید، با دوستای خودتون هم به اشتراک بذارید. بخش آخر این خورشت خوشمزه انداختن 2 تا زرده تخم مرغ به صورت خام هست که اندازه 10 دقیقه که بهش زمان بدید با گرمای این خورشت بسته میشه. این کاملا سلیقه‌ایه، انجام میدن. بعضیا حتی به صورت نیمرو میزنن روش میذارن، ولی اصل این خورشت اینه که فقط زرده تخم مرغ داخلش استفاده بشه. مرسی. اسم من هنگام است. سابسکرایب به کانالم یادتون نره. ویدیوی بعد همدیگه رو میبینیم.